مشاغل مجاز برای دریافت تسهیلات. 1. کارمندان شرکت‌های دولتی و خصوصی. بازنشستگان و مستمری به گیران. کاسبان دارای جواز کسب. رانندگان ماشین‌های سنگین با داشتن کارت هوشمند. پرستاران و پزشکان. مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت. کارگران کارخانه با داشتن فیش حقوقی یا گواهی اشتغال به کار. مهندسین با داشتن پروانه نظام مهندسی. افراد دارای ملک اجاره ها دریافت می‌کنند. کشاورزان و دامدارانی که دارای پروانه کشاورزی باشند. در صورت نبودن شغل متقاضی در لیست مذکور در صورت داشتن بیمه و گواهی اشتغال به کار مانعی برای ثبت نام ندارد، می‌خواهید از دوره شغل مقدم به کارمندان شرکت‌های دولتی و خصوصی استفاده کنید. این شغل متقاضی در حال تولید و تحلیل آنها توسط متقاضی در محل کار استفاده